سلام دوستان، وقتتون بخیر. با یک اصطلاح جدید در خدمتتون هستم. بریم که اصطلاحمون رو بخونیم. زور گفتن. زور گفتن. Zor balık etmek. Zor balık etmek. Zor گفتن. مثال رو نگاه کن. Ben çocukken herkese zorbalık ediyordum. Ediyordum. میگه ben یعنی من. çocuk به معنای بچه. کم پسوند زمانی که هست، وقتی که هست. میگه من وقتی که بچه بودم هر کسه، هر به معنای هر، کس به معنای کس. میگه هر کسه به همه پسوند به هست. زوربالک یعنی حالا زور گفتن. ادیوردوم یعنی انجام میدادم حالا اون کارو. ایور پسوند زمان حال، دو پسوند گذشته، ام پسوند فاعلی خاص هستش برای حالا شخص بن. میگه ben çocukken herkese zorbalık ediyordum. من وقتی که بچه بودم به همه زور میگفتم. خب این هم از اصطلاح امروزمون. لایک و سابسکرایب یادتون نره.